Sempre chez nous, moi, j'ai déjà. Sempre chez nous. Passe d'accord. Bien sûr, comme ça, là, c'est الله أكبر. يا دخل الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم و یأبی الله الا یتم نوره ولو کره الکافرون. کفار هر چقدر اگر بخواه که اسلام و دین مبین اسلام از بین ببره یا مسلمان ها را از بین ببره، هیچ وقت کامیاب نمیشه و هیچ وقت به مو مطلب خودش نمیرسه، زیرا که قرآن بسیار خوب گفته یریدون لیطفئوا نور الله والله متم نوره ولو کره الکافرون. یا میخواه که نور الله را از بین ببره، او را خاموش کنه، خو اما هیچ وقت کامیاب نمیشه و هیچ وقت به هدف و به مقصد و به ارمانش نمیرسه. شما بسیار خوب آگاهی از مسجد سوسا که در وقت نماز 10 نفر شهید شد و 4 نفر زخمی شد. خو ما پیلن هم الحمدلله در جهان به نام مسجد سوسا یک مسجد نی زیاد مساجد دارم و یادآوری همین شهدا پیلن هم زنده است و پیلن هم در قلب مسلمان ها جای داره. نه صرف مسجد سوسا بلکه در افغانستان و در دیگر کشورهای اسلامی کفار خواست که مساجد شهید کنه و مساجد از بین ببره. خو اما الحمدلله روز به روز مساجد زیاد میشه، تعدادش زیاد میشه. شما در همین رمضان دیدی بعد از رمضان در بیت المقدس با نماز گزارا را از مسجد کشید، به نماز اجازه نداد. خو الحمدلله پیلن هم بیت المقدس بند نیست و صرف بیت المقدس نیست، یا اراده داره که نمازگزارا را یا از مسجد بیت المقدس یا از مسجد سوسا یا از دیگه مساجد بند کنه، خو اما به ارمان و به هدفش نمیرسه. همین مسجد تقریبا زیاد از 500 در میان 500 و یا کمی بالا و کم از 500 امی قدر نمازگزارا در همین مسجد نماز میخوانه که در داخل مسجد و بیرون از مسجد استاد میشه و غیر از او روزمره تقریبا بعد از نماز ظهر 20 دقیقه به کارمندان وزارت امر معروف درس امیج جریان داره. یک عالم است که او درسای عقیدوی و مربوط اعمال روزمرهشان یا اعمال ضروری برش تعلیم داده می شود و امیجا درس هم میته، نماز هم میخوانه.